Hey what's up gang، سم نایترو هستم. اومدیم با پارت 3 دارک سولز ریمسترد یا همون دارک سولز 1 تو پارت های قبلی. تو پارت 2 که میشه پارت قبلی اولین بلاف اویکینگ رو زدیم و بلگارگویلای هم کشتیم، دومشم که گت کردم و اینا، و اون شوالیه کریمی هم که شوالیه از کریم هم که بیخیالش شدیم، بیخیال کشتنش شدیم، یکم بازی رو سخت میکنه واسمون، ولی خب بد نیست این کوستشو بریم. خلاصه اینکه سرتون رو درد نیارم، بریم سراغ گیم و گیم رو شروع کنیم. من اینجا بودم، نشستم، واسم سخته، کمرم بد میفته، بعد اذیتم میکنه. خب بریم سراغ ادامش. حالا که رفتیم بلاف ویکینگ رو زدیم، این داشمون هم میاد اینجا، با حرف میزنیم. Learn well what is it. Abandon Covenant میکنید توش بکنید، یا ریکوست ابسولوشن کنید که با خرج کردن سول اگه ضربه ای زده باشید به یه NPC دوست بازی و باعث شده باشید که روتون به قولی دشمنتون بشه، بهتون حمله کنه، بیاید اینجا ریکوست ابسولوشن رو بزنید، دیگه اون بهتون حمله نمیکنه. تو آیتم ها این آیتم پورگینگ استون که از بین میبره اثرات کورس یا نفرینو. حالا منظورم از اون کورس مثل کورس های مثل ترانساید کورس نیست که خودمون رو خودمون اعمال میکنیم. یه انمی هایی تو بازی هستن که رومون نفرین و کورس اعمال میکنن و میتونیم با این سنگ اثرش رو از بین ببریم. ماوس هم پرید داداش عزیز. خب آره، اینجا یه کرمیک جاستیس هم داریم که یه جادوی به در بخوریه که حالا فعلا 40,000 تا سول رو ندارم بخرمش. والکاس تلیزمن هم داریم که تلیزمن بدی نیست. و تو رینگ آف سکریفایس رو داریم که قبلا یک شو برداشتیم، بازم قرار از اونوریم برداریم، نمیخریم. بلاد بایت رینگ هم که اثر خونریزی و باز میشه مقاومتتون در برابر خونریزی بالا بره. یه پویزن بایت رینگ هم داریم که مقاومت در برابر سمو براتون افزایش میده. این پویزنه ممکنه به کارمون بیاد توی منطقه‌ای، ولی خب بلاده رو زیاد توصیه نمی کنم فعلا. اون پویزنه هم که نمیتونم بخرم. خلاصه این که چیزی ازش فعلا نمیخریم و میریم سراغ ادامه بازیمون. ظاهرا من که هیومنیتی فکر کنم داشته باشم، بتونم نه 10 تاش نمیتونم کنم، اینا هم نگاه میدارم تو همون چیزم، چی میگم بهش، کیبوردم یکم گتو وصل داره بلوتوسیه. بذار ببینم کیبورد سیمی، کیبورد و ماوس سیمی. یه لحظه من این کیبورد رو عوض کنم. یه دونه کیبورد سیمی دارم، حالا ماوس هم هیگت میشه، ولی خب باید یه کیبورد درست درمون سیمیشو بخرم، کیبورد و ماوس سیمی بخرم. اینم خیلی گنده است، اینی که الان دارم دستمه. بیخیال، حالا این پارت هم بریم جلو ببینم زیاد مشکل زا نباشه واسمون. هی گیر میکنه. بذارید اینا رو هم حالا یکی یکی بکشیم سمت خودمون و بکشیمشون، چون اگه سلاحشون رو دراپ کنن، سلاحشون سلاح دکس خوبیه.
البته این سپرهای اونایی که سپر بزرگ دارن سپرگردا زیاد سلاحشون به در بخور نیست. یه رپیر معمولیه. چون شیلد دوز نیست یکم سخته پری کردن تو تایم مناسب. نه تایتان های 4 دارن. خب بذار ببینم فایر کیپر آله دیگه استاسپلس که مثبت 2 کردم. البته فکر کنم الان دیگه اون داش کریمیمون شوالیه از کریم کشته باشه دیگه فایر کیپرمونو. حالا نمیرم با اون فایرلینگ شراین فعلا و میرم ادامه بازی. حالا میخوام اینم بکشم که ببینم سلاحش دراپ کنه. نه. خب بریم ادامه. باید دیگه از این وقت تلف کنی هم بکنم یکم که تعداد پارت های دارک سولز زیاد بشه. البته شوخی کردم دوستان، تا عادت کنم به دوربین و یوتیوب و اینا یکم زمان میبره. یه از بزرگی خودتون ببخشید. یه لحظه من چون بلوتوثم اذیتم میکنه یه خاموش روشن میکنمش و بعدش ببینیم چه اتفاقی میفته. خب میخوام در مورد کارهای کیندل بهتون بگم. گفتم کیندل میکنی بمب‌های آتیششو بیشتر میکنی. بذارید من هرچی استاس فلاسک دارم خالی میکنم. ببینید استاس فلاسکام صفره. اگه اینجا لایت بمب‌فایر، حالا لایتش هم نکردم، روشنش کنم بمب‌فایر رو، تو این بمب‌فایر بشینم ببینید فقط 5 تا به استاس فلاسک میده، در حالی که بمب‌فایرهای قبلیم به هم حالا صدای بازی هم یکم کم کنیم. بمب‌فایرهای قبلی هم به هم 5 تا میدادم، بمب‌فایر فایرلینگ شراین 10 تا میداد. حالا من اگه بشینم و وقتی فقط میتونم این کارو کنم که هالو نباشم، انسان باشم، هیومن باشم. اول باید ریورس هالووین کنین که من انجام دادم یه بار این کارو. بعد کیندل که بزنید یه دونه هیومنیتی میگیره، آتیش این بمب‌فایر قوی‌تر میشه و من به جای 5 تا 10 تا استاس فلاسک میگیرم. خب لیول اپ هم انجام بدیم. استرنجمو میارم رو 24، بیشتر از 24 نمیرم. بعدش حالا یه زیگمایر از کاتارینا اینجاست، باش حرف میزنیم. این همون دروازه است که میگم 2 تا بلاف اویکینگ بزنید دروازه ها رو یه غولی باز میکنه. با این حرف که بزنید میگه من اومدم اینجا و گیر افتادم و در دیگه باز نمیشه که برم جلوتر و وارد آن اولراندو بشم. حالا فکر کنم آره دیگه تکراری شد. ما هم هدفمون همینه، هی با این حرف بزنید حالا باهاتون تا یه جایی میاد و کوستشو کامل کنید یا آیتمایی هم بهتون میده. خب خلاصه این که ما 2 تا بلاف ویکینگ رو بزنیم این دروازه با میشه، ما میتونیم بریم داخل اینجا که فکر کنم دراگون نمیدونم چی اینجا، حالا اسمش یادم نیست، بعداً نشونمون میده، حالا اسمش واسمون میزنه. وارد این گله میشیم و بعد این گله پشت این کوه رو میبینیم، اون بالا هم حالا مشخصه دیوارایی هست.
همون آنورلاندویه که ما قراره بریم و توش کار داریم. فکر کنم الان دیگه بتونم، حالا دیگه 24 تا دارم، میتونم زوی هند رو بردارم، ولی خب فعلا دمیجش پایینه، باید آپگریدش کنم. میایم اینجا و با این داداشمون میارفیم لرنگستر و اینم خب آهنگره، مثل همون فروشنده جادویی که آهنگر بود. اگه ازش آیتم بخوایم بخریم تایتان شارد میفروشه، کلید، ویپن اسمیس و آرمور اسمیس. من ویپن اسمیس باکس رو نیاز دارم، میخرم ازش. سلاح‌های همچین خاصی هم نمیفروشه، تیرم که میفروشه استاندارد رو هم باید چند تایی بخرم. 76 تا دارم. آره نیاز نیست فعلا دارم. خب من حالا میام تو این رینفورس ویپن و زوی هندرم و فقط پلاس 1 تونستم بکنم. بذار ببینم تایتانایت شارد داریم، سول آیتم بشکنم میتونم اینو یکم. حالا سول آیتم فعلا نمیشکنیم، میریم سراغ ادامه بازی. سپرم هم بهترین سپری که فکر کنم از لحاظ گرفتن دمیج دارم همینه. بذار ببینم رینگ چی داریم. حالا چون من جادو دارم، این داداشمون فقط دمیجش بالاست، همچین مالی نیست. چون جادو هم دارم از دور، ببین اینطوری بپره روتون یه دمیج واقعا کشنده ای میده. من با جادو پدر اینو در بیارم، چند تای جادو میزنم زونش کم شه و بعد میرم جلو و ای گی کردم. کنم با همین جادو بکشمش سنگین تر باشه. نرسید جادو. یه دونه دیگه بزنم خداحافظ. یه آیتم هم واسه همون دیمین تایتانایت هم دراب کرد. چون رو پر کنیم، ریسک نکنیم زیاد. کنم زوی هنده رو حالا یکی دوتا لول دیگه هم بتونم بدم. سول کافی دارم ولی فعلا همین خنجری که دستمه بد نیست. میایم اینجا و با این روتا درگیر میشیم. ای حواسم پر شد، باید میفتم اونور، اومدم اینور. حالا خدا رو شکر نیفتادم پایین. اینجاها باید یه کریستال ریزاردی باشه. اوکیه اونهاش. دوتا دیگه توینکلینگ تایتانایت. بذار ببینم من سلاحی از بلک نایتا نه دیگه به دست نیاوردم. از بلک نایتا و این توینکلینگ تایتانایت ها میتونستم اگه به دست آورده بودم لول اپشون کنم و کارم را میافتاد. میایم این ور.
این آیتمو برمیداریم. ببینید بریم جلوتر. یه حالا یه هایدرایی هست که فعلا نمیخوام باش درگیر شم، بذارش میام اینور یه آیتم و یه بلک نایت منتظرمه. بذار یکم سبک کنیم خودمون، فکر کنم این سپره. بذار واسه بلک نایت فکر کنم پری کردن گزینه بهتری باشه. ببینید اینهاش بلک نایته. وای یکی دیگه بزنه مردم. باهاش درگیر نمیشم، یکم میکشمش جایی که فضا بازتر باشه. 2 تا ریپوست اتک بهش بزنم. داشت میمرد ولی نشد که بشه. اشکال نداره، دوباره میام سراغش. برگشتیم اینجا دوباره. حالا سولا من برداشتم. بذار ببینیم این داداشمون چی کار است. داداش بیا بالا. خب بیارید تو فضایی باز، بیاریدش. اگه فقط این حرکتی که من میتونم ریپوست پریش کنم و بزنه، آره مرد. ببینیم سلاحش رو دراپ میکنه. سلاحش یکی از بهترین سلاح‌های بلک نایت است. آره دراپ کرد. حالا من میتونم سویچ کنم سلاحم روی این سلاح بلک نایت. آپگریدش هم میتونم بکنم. البته فکر کنم یکم فعلا واسم لولش بالا باشه. آره استرنج بیشتر میخواد فکر کنم. بلک نایت هلبر استرنج 32 میخواد، دکستریتی 18. فعلا نمیتونم، همون زوی هندو رو برمیدارم. حالا میام اینور، اینم روشن میکنم. جلوتر نمیرم. البته میتونم برم یه آیتمی رو با هوموارد بون کش برم، ولی فعلا جاهای دیگه ای هست که ترجیح میدم برم. چند تا باس فایت جلومونه و اینا، و آیتم هم میتونم بردارم و اینا. خلاصه با هایدرا درگیر نمیشم فعلا. درگیر شدن باهاش و درگیر شدن با هاول و هایدرا اینا سخته. در ضمن این سپری که برداشتم به غیر سالا دیف و اینای خوبی که داره، اگه برش دارید توی استامینا ریجنریشنتون کمک میکنه. ببینید استامینام زودتر پر میشه و خب به خاطر همین سپر واقعا به درد بخوریه. بریم یکم جلوتر و کارو یه سره کنیم. جلوتر یه زره خوب بازی هم برمیدارم، ولی یکم سنگینم. احتمالا نتونم زره رو تحمل کنم. یکم و تحمل وزن کلاس 2 پایینه. به خاطر همین باید برم سراغ هاول و گرفتن رینگش. وای اینا دوتا بشن پدرمو در میارن. تیمایی هم که دراپ میکنم واسه درمان خونریزی و نمیدونم سم و اینا به درد میخوره. هم یه سول و باید یه دونه دیگه از این روتا باشه این دور برا نبود. خب این دره که با نشان آرتوریاس باز میشه که فعلا ندارمش. حالا بذار اینم لایت کنیم. خب نمیخوام دشمنا دوباره ظاهر بشم. میام پایینم ازش. بیاید که پایین اینو 2 دستی میگیریم. اینایی که مثل تو زمینم مثل اون گبلیه
بزنید که یکی یکی بکشیدشون، چون این آیتم رو بردارید، آیتم وسط زمین رو همشون میان بیرون و میریزن سرتون. یکی یکی بکشیمشون، خیلی آسونه کشتنشون. خب اینم مرد. آیتم رو برمیداریم و میایم اینجا. ببینید اینجا که بیاید، حالا من اونجا اگه نگاه کنید یه داداش سنگی هست، حالا اونهاش زیاد برید جلو بلند میشه و کلا دفاعشون خیلی بالاست، اون حالت دیفنسشون، و کشتنش میتونه واقعا کار سختی باشه. به خاطر همین فعلا من میام آیتمای این دوروبر رو برمیدارم و این باید میافتاد حتما رو. آیتمای این دوروبر رو که برداشتم، بعدش هم میایم سراغ این درخت زنده، درخت جوندار، حالا هرچی که هست، و میکشیمش و یه مسیر مخفی واسمون باز میشه. حالا یه زلهی که گفتم به در بخورم اون جلوتر است، قرار بریم کشش بریم بیشتر. حالا زیاد ترجیح میدم درگیر نشم با این غولا، مواظب این قورباغه هم باشید. کشتنشون آیتم داشت میداد لامصب. خب بیایید اینجا، یه درخت دیگه هم اینجاست که حالا ببینید جلوتر اگه برید هم یه کاکاسنگی هست بلند میشه، هم چند تا قورباغه که میان بیرون. خاطر این من همین که دویدم جلو، کاکاسنگی کو اونهاش ببینید بلند میشه برید جلو. حالا چند تا قورباغه هم میپرن بالا. من میام از این پله ها بالاتر، یه آیتم رینگ توری هست که میخوام بردارم. با این داش کاکاسنگیامون درگیر به هیچ عنوان نشید، چون فعلا خیلی اوورپاورن واسهتون و کلی وقت گیرن و اذیت میکنن و اینا. ولفرینگ رو برمیداریم و چون کندن راحت میشه از دستشون در رفت، مشکلی تو در رفتن از دستشون نداریم. ولی خب اومدن اینجا، الان کاک سنگی هم میاد. حالا یکیشون اینجاست، یکیشون که پشت سرمونه. وای وای وای، دمیجش خیلی بالاست. از دستش در میریم. چند تا آیتم سول آیتم اینا اینجا هست. اینجا بود؟ نه اینجا نبود، اون بر بود. اون اشتراکی قورباغه هست. یه سول آیتم از دستش در میریم. کلا درگیر نشید فعلا با این کاکاسنگا، هم دمیج بالایی میدن هم دفاعشون بالاست. یه جورایی چی گفت خیلی اوورپاورن واسه اوایل گیممون. این از چند آیتمی که این ور بود و برداشتیم. خب یه باس فایت هست جلوتر که کشتنش زیاد سخت نیست و حالا یه امبر و اینایی هم قراره به دست بیاریم. چند تا آیتم مهم قراره به دست بیاریم. راه به دست آوردنش اینه که بی خیال درگیر شدن بشید و کلن فقط در برید. بیایید اینجا اینو ساموان کنید و وای 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 وای، اگه بکشتم نه 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 نه، تازه داشتم ساموان میکردم. حالا چند تا آیتم کش رفتیم، مشکلی نیست. اینجا مرده بودیم. برگردیم بونفایر. خودمونو هیومن کنیم
که بتونیم یار احضار کنیم. این بار حالا سعی میکنم زیاد توجه رو جلب نکنم به خودم، به خاطر اینکه این زره الیت نایتو بردارم مجبور شدم حالا برم و کل اون کاکا سنگی ها رو حواسشون رو جلب خودم کنم. ولی خب این بار سعی میکنیم یه دور کوچیکی بزنیم و نریم تو دل دشمن. کاکا سنگی حالا اینجاست، کاری نداریم، اینم کاری نخواهیم داشت. بیایید اینجا سریع ساموان کنید و این که ساموان شد حالا اون روتا بینمون نکردن، بذارید اون ساموان شه. داداش به کمک این حالا این یه دونه رو کشتن زیاد نباید سخت باشه. بیا بالا، بیا بالا، بیخیالی نشو، بیا بالا داش عزیز. خب جلوتر یه باس فایتیه که من کلا به خاطر همین باس فایت هستن اومدم این بالا. هوموارد بون بذار بمونه چون بعد باس فایتی میخوام با هوموارد بون برگردم. و اما اتاق باسه منم بذار کتالیستم رو بردارم. کتالیستم کو؟ کتالیست عزیز نهاش با جادو بزنش عزیزم. وای 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 بی خیال کتالیست باید بشم. بزنش عزیزم داداشم، احضارت کردم که اونو بزنی نه اینکه منتظر بمونی نگاش کنی. و کشتش. اگه اینو احضار کنید خیلی راحت با جادو میکشتش. حالا من خودمم تا اینجایی که یادمه حالا این کویست هم داره ویچاف نمیدونم چی اگه احضارش کنید حالا یه آیتمایی هم این خودش بهمون میده بعدم باعث میشه احضار کردنش. من کتالیستم و چرا ایناهاش لامصب رو ندیدم کلا. ببینید این باس فایتره که کشتید بگه ریزین 10,000 تا سولی که بهمون داد بیاید این ور و اینجا پلا رو کلا برید بالا و وارد اینجا که بشید یه کی بهتون میده، یه دیواین امبر بهتون میده، یه هوموارد بون. ما برمیگردیم بونفایر. دو تا کار میتونم بکنم، خودم رو لیول اپ کنم که فکر نکنم بتونم از هلبر این عزیزمون استفاده کنم، بلک نایت هلبر، چون 32 تا لول میخواد. یه 6 تا از اینجا 8 تا لول واسه این، 3 تا لول هم واسه دکسم. فکر نکنم بتونم، به خاطر همین به جاش همین زوی هندرم رو آپگرید میکنم و کنم همینجا هم بتونم آپگریدش کنم. بذار ایناش رینفورس ویپن رو که بزنیم زوی هندر رو تا مثبت، بذار ببینم چند میتونم ببرم. تا مثبت 3 بردیم 162 تا دمیج حالت عادیشه 169 تا. حالا به علاوه 62 تا هم چیزشه میشه 200 خورده ای. از این بهتره، از این سراکران دستمونه
بهتر عمل میکنه، میتونم روش باف و آیتم هم بندازم. حالا این گلدن پین رایس هم بردارم، فقط خیلی سر و سنگین شدیم. دو دستی بگیرش، خب ببینم چقدر دمیج میده. وان شات میکنه، یعنی بیشتر از سلاحی که اون دریک سورد دمیج میده. همینو فعلا برمیدارم. اینم از این. خونم لول اپ هم آره دیگه، سول به اندازه کافی واسه لول اپ هم دارم. برم یه چند تا لولم. حالا این باید حتما ما رو میدید از پشت کوه. خلاصه این که میخوام برم سراغ اون هایدراهه، ولی قبلش خب اینم از این. برم سراغ اون هایدراهه. خب پاول رینگ رو نیاز دارم چون سنگین دارم میشم. کلا زره هم زره آنچنانی هم نیست. به نظرم بهتره این پارت و چقدر 36 دقیقه است. هایدرا هم پدرش رو در بیاریم، بعد یه فکری کنیم به حال ادامه گیم پلیمون. این پارت رو کلا این فورستر رو روت گاردنر رو کلا پاکسازی کنم. ای وای فکر کردم رسیدم. حالا قبل هر کاری من یه لحظه برم و بیام. خب برگشتم و بریم سراغ هایدراهه، ببینیم موضوع از سگرانه. هایدراهه جلوتره، اینجا چند تا کریستال حالا گولم هم هستن. من سعی میکنم این اونها هایدراهه، این کریستال گولما رو یکی یکی بکشونم سمت خودم و از هایدرا هم واسه کشتنشون کمک بگیرم. ببینید هایدراهه با جادوی آب داره میزنتش، بهشون دمیج میده و اینا دوباره چند تا شدن. البته هایدراهه داره کمکمون میکنه. اون که مرد، اینم که میکشم من فکر کنم یه چند تایی دمیج خورده. آره یه دونه بزنمش مرده. اینم از این. حالا قبل هایدراهه اگه بیایم اینور و دره رو باز کنیم، یه امپسی انمی اینجاست که پشت دره. میتونه وان شاتتون کنه، مواظب باشید. این داداشمون اگه بیاد بیرون که من باش درگیر شم، ببینید انگار قرار نیست بیاد اینجا. من میکشمش دنبال خودم، میرم داخل این گلهه. بیاد این ور. بهترین راه کشتن این داداشمون اینه که صبر کن، سپر جلو و ندیدم بخور کشتتم. بیا جلوتر دیگه. بک اینم یه 170 تایی دیگه. اینم بزن. من اینو میکشم، بعد از ادامش نشونتون میدم.
ببینیم میتونیم اینو با بکشیم بالاخره. لعنتی. اگه بتونم یه دونه دیگه. آره دیگه مرد لعنتی نه 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 نه. ای خدا 3000 تا سولو این هاولز رینگ هم بهمون داد که ما الان اگه اینو استفاده کنیم دیگه مثل الان گپ سنگین نیستیم. در زمین وولف رینگ هم بوست پویزمون افزایش میده که فعلا به پویز بالا نیازی من ندارم. پدرمو در آورد تا لعنتی بمیره. میایم و کریستالا رو من نکشته بودم، حالا میخوام بکشم. اینو که هایدراه زحمتشو کشید. میام سراغ اینم هایدراه میکشه. الان میمونه این و اون. حاضر باشید خودتونو بله دمیج نده. تونم رو پر کنم. ریسک بکن، ما نیستیم. الان هایدراه اینم میزنه و حالا دیگه آیتم چند تایی اینجا بود. آیتم ها رو بردارم برم سراغ این باس انتخابی هایدرا. البته میتونم مستقیم برم سراغ هایدرا فعلا. ببینید رازش اینه که میخوام بدوید و هی جا خالی بدید. این آیتم رو که بردارید بیایید اینجا دیگه جادو نمیزنه. بجاش کار میکنه حمله مستقیم و میتونید بهش دمیج بدید. لعنتی. باس سختی نیست ولی خب باسیه که یه مقدار دردسر داره. خاطر این جادوی گوی و این چند تا سر داشتنش باید هی سراشو گرد کنید که بمیره. حالا اگر دوباره حمله کنه ای حواسم به این نبود. لعنتی. این هم از یه دمیج دیگه. این هم از این سرش و 3 تا دیگه بیشتر از سرش نمونده که این 3 تا همشون ای لعنتی. البته نه 3 تا نمونده بیشتر مونده.
داره میمیره دیگه. زیاد اچ پی واسش نمونده. از یه سر دیگه زود باش دیگه عزیز. یه سر دیگه هم گت کردیم و فکر کنم دوتا بیشتر نمونده. بریم سراغ این سر. نمرد. نه. یه سر فقط. یه سر. عزیز حمله کن. عزیزم. داداشم. نگو که قراره کلا دیگه این حمله کنه اونور. حالا بذار با جادو حالا یه کارایی میکنیم. روی با تیر کمان و جادو حالا زیاد جلوتر نرید، میفتید تو آب میمیرید. این دراگون اسکیل و داسک کراون رینگ رو بهمون داد. هم از آیتمای این قسمت یه 50 دیگه هم هست که این پارت طول کشیده. خب این پارت هم تموم میکنیم. حالا من فکر کنم بذار حالا یکم بیشتر آیتمی دیگه که نبود این وراره همینا بود. هرچی آیتم بود برداشتم. یکم دیگه فکر کنم طولش بدم برم این فورست آف آرتوریاس هم باز کنیم و یه کارایی هم اونجا دارم انجام بدم. بعدش به گلی بریم سراغ ادامه کار. بذار از این آیتم هومواردون استفاده کنم برگردم کنار اون داداشمون. اینجا چیکار میکنیم؟ ریورسال وینگ هم بزنم هیومن کنم خودمو. لول آپ یکم ویتالیتی و اونقدری لول میدم که سولام کمتر از 20,000 تا نشه. یکم ویتالیتی رو لول میدم و حالا یه لول 2 لول 1-2 لول کافیه. بعد این نشان آرتوریاس ازش بخرم برم اون جنگله رو بازش کنم. دیواین امبر هم میدیم به خودش. خب حالا پرش آیتم کلید این. یکم بذارید این پارتو همینجا تموم کنیم، زیاد طولانیش نکنم. خلاصه این که ممنون که تماشا کردید، واقعا لطف بزرگی میکنید اگه سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و که اگه ویدیو جدید گذاشتم باخبر بشید، پارتای جدید گذاشتم باخبر بشید و یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، واقعا حمایت بزرگه. خلاصه اینکه زیاد وقتتون نگیرم و سرتون در نیارم، حالا که تا آخر ویدیو دیدید اگه خوشتون اومده ساب و اینا یادتون نره. تا دیداری دیگر، بدرود، خدا نگهدار، پیس اوت.